اجاره خونه مادرم ماهی 400,000 تومان من پرداخت می‌کردم. یک سال گذشت اومدیم تمدید کنیم، صاحبخونه گفتش که اوکیه شما خانواده‌تون بشینین اینجا و چکاش هم بنویسید. ما 12 تا چک 400,000 تومانی نوشتیم و دادیم به مؤجر که مادرمون بشینه. چند وقت بعد نزدیک سال تحویلی بود، اومد گفتش که آقا من خونه رو فروختم و شما باید بلند شید. گفتم عزیزم آخر سال من مادرم کجا ببرم؟ اصلا شرایطش نیست. تو چک از من گرفتی، خدا رو خوش نمیاد. گفت نه آقا من فروختم. 7 میلیون ودیعه خونه مادرم بود. 400,000 تا ما اجاره میدادیم. خیلی مبلغش سنگین بود. همه دارایی من یه دونه ماشین زانتیا بود که این ماشین رفته بود زیر کامیون، کاملا له شده بود. این ماشین رو درست کرده بودن به ارزش 21 میلیون تومان. این همه زندگیم بود و رویای زندگیم بود این ماشین و خیلی دوستش داشتم. البته ماشینم به من انداختن، نگفتن رنگ داره. بعدها من متوجه شدم که این ماشین رنگ داره. خیلی ناراحت بودم. اون شب تا صبح نخوابیدم. رفتم یه خونه برای مادرم پیدا کردم به ارزش 30 میلیون رهن کامل. زانتیامو فروختم، اون خونه رو برای مادرم رهن کردم. مادرمو بردم تو اون خونه، بهش گفتم مادر این خونه رو برات رهن کردم. مادرم خم شد، دستشو کشید به زمین، گفت مادر دست به خاک بزنی طلا بشه و گریه کرد. از در اون خونه اومدم بیرون، یه 10 قدم رفتم شروع کردم به گریه کردن. گفتم خدا خیلی نامردی، تمام دارایی و دلخوشی من تو زندگی این زانتیا بود، اینم ازم گرفتی. من این ماشین رو خیلی دوست داشتم، چرا ازم گرفتی؟ خدا برام برنامه داشت. گفت دمت گرم، به مادرت حال دادی، به مادرت عشق دادی، بهت کلکسیون ماشین میدم. بهترین ماشینای دنیا رو سوار شدم و خریدم. وقتی میخواستم برم بیرون میگفتم لباسمو با کدوم ماشینم ست کنم. بهترین ماشینهای ایران تا میتونی به خانوادتون خدمت کنی.